اگر بخوایم برای مراجعه کنندمون مناسب ترین روتین پوستی رو توصیه و تجویز کنیم، چند تا نکته رو باید بدونیم. اول از همه دونستن نوع پوست شخص مهمه. نوع پوست بر اساس میزان ترشح چربی فرد تعیین میشه. اگر به اندازه کافی داره ترشح میشه، پوست نرماله، بیش از حد باشه چرب، کمتر از حد لازم باشه میشه خشک. انواع مختلف هم داریم که میشه قسمت‌هایی چرب و قسمت‌هایی نرمال یا خشک. پس این 4 نوع تایپ پوستی رو داریم. بعد از اون میریم سراغ عارضه‌های پوستی. اولین عارضه‌ای که بررسی میکنیم کم آبی پوسته و بعد از اون حساس بودن پوست. یعنی میگیم پوست چرب است و حساس هست یا نه، پوست خشک است، دهیدراته هست یا نه. به صورت ترکیبی این دوتا رو بررسی میکنیم و بعد میریم سراغ عارضه‌های بعدی مثل لک، آکنه، پیری و خیلی موارد دیگه. در این مرحله باید تشخیص بدیم که احتمال بیماری پوستی هست یا نه. اگر بیماری پوستی رو حدس میزنیم یا داریم تشخیص میدیم، حتما به پزشک ارجاع میدیم. و دیگه اینکه یه سری بیماری‌های سیستمیک هستن که عوارض پوستی دارن، نشانه‌های پوستی دارن. اونها رو هم اگر تشخیص دادیم، حتما یا شک داشتیم، حتما به پزشک ارجاع میدیم. بعد از اینکه این موارد رو متوجه شدیم، حالا باید بیایم ببینیم که هر کدوم از این عوارض و هر نوع تایپ پوست چه نیازی داره و چه عواملی ایجاد کننده اون عارضه هستن که بیایم چیکار کنیم. دقیقاً هم پیشگیری بکنیم، هم اون عواملی که ایجاد شدن رو بیایم مهارشون کنیم و مسیر برعکس رو طی کنیم تا بتونیم اون عارضه رو برطرف کنیم. به این ترتیب ما میتونیم پیشگیری و درمان رو داشته باشیم. ولی نکته‌ای که مهمه اینه که علاوه بر اینکه عوامل ایجاد کننده اون عارضه رو که شناختیم، باید اکتیو شناسی قوی داشته باشیم. یعنی بدونیم هر عارضه توسط کدوم اکتیو کنترل پیدا میکنه یا بهبود مییابد. خب اینم که یاد گرفتیم، حالا باید بریم هوم کیر ها رو بشناسیم، بدونیم که چه محصولی از کدوم اکتیو و با کدوم مکانیزم اثر داره استفاده میکنه. با فرمولاسیون آشنا باشیم، بدونیم که این اکتیو ها رو که داره آیا برای این شخص مناسب هست یا نه، یا باید از یه محصول دیگه‌ای با همون اکتیو به شخص پیشنهاد بدیم. اینا رو هم که دونستیم، باید بدونیم که روتین نویسی به چه صورته، روتین روز و روتین شب، تا ما بتونیم بهترین حالت و مناسب ترین روتین رو برای شخص بنویسیم. تک تک این موارد رو دونه بدونه به صورت کاملا علمی، ساده سازی شده و کاربردی توی مباحث مختلف بهتون آموزش میدم. اگر دوست داشتین همراه من باشین و به هم دایرکت بدین.